بیا سوالدی بیا دمش آه من همینجا میشینم بیا معلش ما بیدا بشیم پیره نونم خیمو یک لحظه که چم علی کلانی کو وقتی آره کلانی در بولای بیا جلو کنی های بسم الله الرحمن الرحیم نونی گرم بیا رحمان رحمت خیابون چی در خوشی دیگه من نشنم رحمان مایلا که بایشته تو یا با همه اوقاتی روای مدل چیه مدل او تعریف کردی کو رئیس آدمی زوره آدمی دورنده ای بچه یه هفته شد آخی ایدسته همین روخیره رودام دیگه گپ نمیگیره اکا یک جای دیگه هم کار کرده بودیم همین آدم من نمیخونم خیلی بگی یک ناشدی میشه بگی یک خیلی بسم الله که خیلی بسوزه بفکرم یکی ببینی پگه یک اون چیز خوب میره یعنی اوی خولیه ای ولی علفم ما پگه اکنومیک نه استاگ یکم پیله کرده گام میزنم اینش با تیزی بدر خیلی چی بکنم با کام من چی بدونم او چی گفته که این من نمیخوام همون چیزی که دارم میپورم برام میپورم که نباشه چی درک علف خولیه پگه با میبینی که با تاران با رو با مدل خب که بچه نفهمم اونجا رو گشتی استایم بچم خیلی گازه اون گوشت پوش اقلا ای قاق اما قاق گوشت مرغ بیوره ایت گوشتی مرغمون در یک همین لالیک کم تا شکر بیرو چون میکنم بیا تست گیر شکر بچهش نفهمم ای بیا بچه برو شو میکنیم نمیخوری نه بیا کرمون جوره من کم تا بلافون نمیشوش کم در هر خیلی تست بیا من اینا مو وایکنم برا اینم میام آره کنم برا من فتت میام گوزگو میام دوام علف میسازم خودم شاتینا رو جور کنم ما اینو نبرم موزه ما یک کت عرب بودم علی کمونی کنی آره کارونش کاست همه چیز شکست کرد ما خیلی گذاشت این گذاشت با هیچ میکنه خیلی درم ببینیم ولی به چسبانه نسی باشه کودک اینا چی بشه باشه اسفاز چسبونگه سوز باشد کابل برای کامل بکنم های بارکالله استاد رئیس بیا رئیس بیا امروز اگر همینجا را بود کنید پگاه آیبون بوده آیبون را باید صاف کنید اینا با بگار تموم میکنیم اینا با بگاه را تمام کنید بعد آیبون را صاف کنید بس این همه دو کنجا که دیگه شده تمام فقط بیرون میگیری یکم کمبودی نیست امو کار بودی یکم کمبودی نیست خرابی یک آرامی که مطرح که بود مایل آرام ولی تو آرش داشت یکم کمبودی نیست خروک پروگرام سوز بخید خروک که سوز آید سوزایو خیلی سوز بوشه سوز خیلی کم سوز بوشه مایلش یکم کمبودی نیست خیلی برافته شما دا بار میکنه مایل خیلی نقص کنید واسه اول کلی مکان مایل خوب مالش باشه بارو نموش آره رئیس ها چی بزنی؟ تو عقل داری نداری چه خیلی بودم تو چوبا آخ چوبا رئیس رفت خوراک تنجه این روز دیگه پاکو ایزو کشیدم مخیلی ویزا کشیدم من استاد آیا نجدت میکنم نشده تمام شده دل شده گفتم با فیلم میاره این روز نشده کلو بیاره بشه مالش کم کم علف دیگه میبره نه میاره استاد این سویتر رو دیده بود استاد بای الکتریک آها دیدی دستروی ما چسباندگی چی خیلی سلام علیکم اکا موضوع نباشی اکا سلامت رحمت اکا هم ولسپید تو نمیدادی اکا جون چون میکنی ولسپیده یا دویده بزرگ اون بازار؟ هی دادر جان
چی دو میری بزرگ؟ من چای نگیرم بیو. یا التماس دادر همین باور بدو در جان با همون مدلو مدلو همون رو نبیار جورا همین علف خیر رودامو رو درگیر شده دادر خنک زده ای مالک خل نمیورم. ادریش جون اگه نصیب باشه بزرگ برای چی میاری؟ سیالاف میورم سیالاف. السلام علیکم السلام علیکم شما عزیزسiniz ایدای نوروز مبارک شود رحمت شما کن. تشکر اکم خوب هستن ها هستم. یک درایم نباشه مرحمت داره. تشکر بیا مرمان السلام علیکم بیا دادر بیا کنی اجازت هست اجازت هست بیا اکا جان عزیز نه سازی دادر تیجی سلامتیون هست رحمت کن رحمت اکا جان دیگه سلامتیون خدا را شکر روز خوبه خدا را شکر کن شما نازی اکا شکر میشه رحمت مبارک شاید بهار اومده است رحمت شما رو مبارک شود خدا خروج مبارک شده کارو میشود که دین روزی قبول بود خیلی بیمارو رو خیلی قبول کردیم تشخیص کردیم انا نصیب بودگه امروز پگاه خیلی یکم روزی کمت خالگی است انا نصیب باشه روز شنبه یک شنبه با خیلی معرکمون میریم ده دین چهارشنبه روز قبول بودم قبول ها این روز پگاه استراحت امی خیلی غلطی دار شنبه یک شنبه چیکار میکنی معرکه دارم معرکه میرم اکا من یک چی گفتنیم تو را همچون یک طبیبی مردمی علاقه میشناسه نه درست خیلی هیچ نشناسه یا 50 کس میشناسه راست بعد این روز شنبه یک شنبه تولک زنی میری همه کس توی داخی ها همه کسبرم کم میکنیم اکا اکه دودر خفه نشو اون روز یک دو رفیق نزدیکم آدمای شناختن و میگه آخی همین دودر تا همچون یک طبیبی مردمی همه میشناسه یک از نیم کس احترام میکنه میگه ده توی دیدین تولک میزنه دودر رو خیلی یک چیز ضرر داره می پولم کمتر با یکی باشم هیچی وای نمیکنه اکا اینا آخی هم یک شنبه خونه در بیکار اکا شنبه خونه رو بکن خیلی این ماه ده 700 سومون دیگه هر ماه 700 سومون میتونم یک خواهش دارم دودر برام اگر نکن همین التماس بیا همین تولک زنی تا نکن نکنم او کرد گفته بودی که اکا با یک هنرمند چیل هنر کم است خیلی یا که تولک زنی تکن این نه بنوز این اکاردیون بزن اکا جان یا که طبیبی تکن اکا جان همین تولک زنی که شما در معقول نباشه تمام اکا بس کردیم تولک زنی را نمیکنی دیگه نه اکا ای آفرین اکا چیکار داری امروز باز اکا نصیب باشه یک بازاری بکنیم انا بعد خونه میرم اکا خنده تزن معنیش رب سلام گو خونه گیرم خوب معنیش خوب. خوب سلام علیکم شما لحظه ساز هستین اکا هستن ها دارم بستم. نباشه در روی من مرحمت داره. تشکر خوب السلام علیکم اکا جان مایلش خوب اکا جان قبول علیکم السلام اکا جان عزیز السلام علیکم خونه چی خیلی همه نه شکر اکا شکر کندیشین شما لحظه اکا خدا باشکر چی خیلی شکرانه خدا خونه چی خیلی همه خوب است همش خوب است اکا دعا و سلام گفتن سلامت باشه دینا روزی کاری بود که دینا با یک 30 نفر بیمارا را یک تشخیص گذراندیم با سری بلند دعا گرفتیم یعنی امروز بیکار با شما را یک بینه گفته اومدیم در که تولک زنی را چیکار کردی؟ اکا تولک زنی تمام همون گپی خطون اکا خندوش زنه گپ آفرین اینا 900 سومون 900 سومون امروز رئیس چطور ما سپردیم حساباتای ماه را سپردیم همشه مایلش بعد صحبت میکنیم خب انا 900 سومون آف شود دوله آفرین رحمت انا تولک زنی را تماما بس کردی اما گفتیم که اکا خودتون گفتی که تولک زنی مگه معقول نیست آفرین حالا همه شما که معقول نبود ما پسش کردم مگه تمام اکنون چیکار داری امروز؟ امروز پگاه اکا چون هر وقت بیکار استراحت استراحت آفرین روز شنبه یک شنبه را انتظار ما اکا چی انتظار؟ روز شنبه یک شنبه با معرکه ده اکا شنبه یک شنبه معرکه؟ معرکه دارم اکا شنبه یک شنبه معرکه نفهمیدم و تو گفتی تولک زنی را بس کردم کو؟ اکا او خود ده که معقول نبود بسش کردم بازی میدونی چی اکا دایره میزنم دایره اکا